سلام. توی این ویدیو میخوام خیلی سریع در مورد ونیشینگ اکسپلودینگ گرادینت صحبت کنم و سعی میکنم به زبان ساده توضیح بدم که ریشه این مشکل چیه. توی دیپ نیورال نتورک ها خیلی اتفاق میفته، توی ریکرنت نورال نتورک ها خیلی اتفاق میفته و میخوام با یه مثال ساده بهتون نشون بدم که دلیل این قضیه چیه. خب بریم یه دونه نورال نتورک خیلی ساده داشته باشیم. این اکسه، این لایه اولمونه که یه نورون فقط توشه، بعد میره خروجی اون میره وارد لایه بعدی، دوباره اینم میره وارد لایه بعدی، کلا یه ورودی داریم و یه سمپل داریم. میخوایم ساده همه چی رو در نظر بگیریم و این وای هته. خب خروجی این رو A1 در نظر میگیریم و خروجی این رو A2 در نظر میگیریم. حالا اینجا خروجی این قسمت میشه A3 که در واقع همون وای هت هستش. لاس فانکشنمون چیه؟ لاس فانکشنمون رو MSE در نظر میگیریم و MSE هست 1 برای 2M سیگما M از 1 تا تعداد نهایی سمپل هامون وای هت توی سمپل I منهای وای در سمپل I به توان 2. خب حالا میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم بیایم یه گرادیانت رو حساب کنیم، بگیم که آقا روند L نسبت به روند اومگا 1 چیه یا W1 چیه. این چی رو به ما میده؟ این به ما میگه که آقا من میخوام بدونم، من یه بار فوروارد پراپگیت کردم، این وری رفتم و با ویت هایی که در نظر گرفتم به یه وای هتی رسیدم. حالا میخوام چیکار کنم؟ میخوام بک پراپگیت کنم، این وری برم بگم اوکی من این لاس رو به دست آوردم، حالا ویت ها رو چجوری تغییر بدم که این لاسه کمتر بشه. پس میگم چیکار میکنم؟ میگم که این لاس نسبت به این ویت ها در چه جهتی و با چه اندازه‌ای داره تغییر میکنه که من اونو بدونم که بیام با روش های مثلا اپتیمیزیشن و آپدیت کردن ویت ها، مثلا گرادینت دیسنت، بیام این ویت رو تغییر بدم در جهتی که این لاس دفعه بعدی که میخوام فوروارد پراپگیت کنم کمتر بشه. خب حالا میگم این رو حساب میکنم، میگم آقا قبلش بذارید اینا رو من بنویسم، قبلش اینو بیارم پایین تر، قبلش بیام بگم که اوکی خود L رو اینطوری میتونیم بنویسیم، بگیم L میشه یک، چون M مون یکه میشه 1/2 وای هت منهای وای سکوئرد به توان 2. خب حالا خروج A1 چی میشه؟ بذارید اول Z1 رو بنویسیم. Z1 میشه اومگا 1 X A1 در واقع خروجی نورون دیگه، یه اکتیویشن فانکشن به Z اعمال میکنه، G Z1. حالا این G میتونه تانژانت هایپربولیک باشه، ریلو باشه، لیکی ریلو باشه، هر چیزی. حالا Z2 چیه؟ Z2 میشه اومگا 2 A1 دیگه، A1 داره میشه بهش وارد میشه. حالا A2 چیه؟ A2 خروجی این نورون دیگه، در واقع این نورونی که اینجا میبینید. A2 میشه دوباره یه اکتیویشن فانکشنی به Z2 اعمال میشه. حالا G رو جفتشون G آوردم با این فرض که مثلا جفتشون یه اکتیویشن فانکشن استفاده کردن، مثلا جفتشون ریلو دارن استفاده میکنن. حالا مثلا یکیش ریلو بود یکی لیکی ریلو، مثلا اینو H میذاشم، حالا این خیلی مهم نیست. حالا A2 میره وارد نورون بعدی میشه، Z3 میشه اومگا 3 A2 و وای هت دیگه A3 نداریم دیگه، وای هت میشه دوباره G Z3. خب حالا اینجا میخوام حساب کنم با توجه به چیزی که اینجا نوشتم، میخوام حساب کنم تغییرات این لاس فانکشن نسبت به ویت شماره 1 چیه توی نورون 1. میگم که اوکی این خود L داره نسبت به چی تغییر میکنه؟ اینجا داریم دیگه نوشتیم، خود این L داره نسبت به وای هت تغییر میکنه و خود این وای هت شما میتونی اینجا ببینی داره نسبت به Z3 تغییر میکنه. این قسمت دوباره همین تا، یعنی از اینجا میخوایم شروع کنیم به این شکل بریم.
خود این Z3 داره نسبت به A2 داره تغییر میکنه. خود این A2 داره نسبت به Z2 تغییر میکنه. خود Z2 داره نسبت به A1 تغییر میکنه. دوباره خود A1 داره نسبت به Z1 تغییر میکنه و Z1 داره نسبت به اومگا 1 تغییر میکنه و این چین روله دیگه. حالا شما دارید میبینید به این فکر مشتق زنجیره‌ای. در نهایت این با این میره، این با این میره، این با این میره، این با این میره و این با این میره، اینم با این و در نهایت دوباره میرسیم به این روند ال به روند اومگا 1. حالا بیایید اینا رو حساب کنیم. وقتی میای اینا رو مینویسی، مثلا روند ال به روند وای هت میشه وای هت منهای اینا دیگه مشتقه دیگه، از اینا مشتق میگیری. روند وای هت به Z3 رو میتونی بنویسی آقا مشتق G یا G پرایم توی نقطه Z3 و به همین شکل میتونی بری جلو و بعدی مثلا میشه اومگا 3، بعدی میشه دوباره G پرایم Z2، بعدی میشه اومگا 2، بعدی میشه G پرایم Z1 در X. حالا اتفاقی که اینجا میفته چیه؟ اگه این ویدیو رو بار اول نبینید متوجه نشید اوکیه، یعنی یک دو بار ببینید یا خودتون بشینید بنویسید متوجه منظور من میشید. اینجا شما میبینید وقتی دارید این اومگا 1 حساب میکنید اومگا 3 و اومگا 2 پدیدار شدن. حالا این یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا شما هر چقدر لایت عمیق‌تر باشه، لایه‌های بیشتری داشته باشی، توی ریکرنت نورال نتورک ها همین اتفاق میفته دیگه. مثلا شما نیاز داری لایه‌های بیشتری داشته باشی. اینجا چه اتفاقی میفته؟ شما میبینید دیگه ویت ها دارن ظاهر میشن توی این مقدار، توی این مقداری که میخوای حساب کنی که آقا لاس فانکشن نسبت به اومگا 1 چه تغییری داره میکنه، در چه جهتی، به چه اندازه‌ای. حالا مسئله چیه؟ شما ویت ها رو اینطوری آپدیت میکنید دیگه. میگه ویتی که توی این گام دارم مساویه با ویت گام قبلی منهای یه آلفایی که لرنینگ ریت همه ضرب در روند ال به روند اون ویته. خب اینو شما داری حساب میکنی دیگه. این در واقع گرادینتمونه. بعد نوشتم. خب مسئله اینجاست که شما یه عدد کوچیکی داشته باشی، مثلا 1/2 یعنی کوچیک‌تر از 1. هر چقدر به توان یه عدد بزرگتر کنی یا هر چقدر بیشتر در خودش ضرب کنی این به 0 میل میکنه. وقتی این به 0 میل کنه یعنی ویتامون کوچیک باشن، هی در هم ضرب بشن، انگاری داره به 0 میل میکنه یا به عدد خیلی کوچیک. پس روند ال به روند اومگا هم به 0 میل میکنه. یا مثلا یه عدد بزرگتر از 1 داشته باشیم مثل 2، بعد به توان یه عدد بزرگ برسه، هر چقدر بریم جلوتر این به بی نهایت میل میکنه. پس روند ال به روند اومگا هم به بی نهایت میل میکنه. این یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا تو داری یه کاری میکنی با این ویت ها اگه خیلی کوچیک باشن یا خیلی بزرگ، این یا خیلی کوچیک میشه که بهش میگن ونیشینگ یا خیلی بزرگ میشه که میگن اسپلودینگ. حالا این ونیشینگ یعنی چی؟ یعنی تو داری گام های این یعنی چی؟ یعنی ویت ها رو خیلی کم داری آپدیت میکنی. حالا جهتش مهم نیست. و این ونیشینگ یعنی خیلی ناپدید میشن اثر بک پروپاگیشنی که داری میکنی و این باعث میشه که مثلا زمان ترینینگ خیلی طولانی تر بشه یا اصلا با مشکلات زیادی مواجه بشی، اصلا کانورج نشه. اکسپلودینگ چیه؟ این خیلی بزرگ میشه، تو گام های بزرگ داری میگیری و آن استیبل میشه اون نورال نتورکت، ممکنه هیچ موقع به گلوبال مینیما نرسی و این در واقع ونیشینگ اکسپلودینگ گرادینت به زبان خیلی ساده است. امیدوارم که متوجه شده باشید. حالا هر سوالی هم داشتید من تا در حد سوادم در خدمتم. اگه جایی هم احساس کردید اشتباه بود و اینا به منم بگید، منم یاد بگیرم. خیلی ممنون. من مصطفی هستم.